خانواده اسلاموفا چند ده ساله باز در این حوله زندگی میکنند. آنها در اینجا همچنین پالیز و گرمخانه دارند که برایشان درآمد میآورد. ولی حکومت ناحیه باباجان غفوروف میخواهد در اینجا بینای بلندآشانه ساخته شود. دامسازا که حالی ما از نزدیک سخنرانی نکردیم. دامسازا همون یک بار آمده درفته الکی این شخصیت های همینجا زندگانی میکردگی همشانه سود بدادگی. یک روز مرد و زن همه من اهل محله رفتیم سودی ناحیه باباجان غفوروف به همان روز سود نیو هم تو مباحثه گپ زنان بوده است. همون گپ زنان کردیم تمام دیگر هیچی ما وهای ندیدیم. ادوکاتاشون رفتن ما هم ادوکات گرفتیم ادوکات که رفتیم. اینجا یک صورت جلسه شده است یک مجلس شده است مجلس باید حکومت ناحیه کنیم ولایت دیگر نماینده قدرتی باید اشتراک کنند. ما خلق اشتراک کردن ما در کار هیچ کس را دعوت نکرده. هوای ما نپرسیده ما سود بدادیم. بنا به اطلاع دریافتی نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف ماه ایول سال روان قرار کرد که شرکت تاجیک معاصر ساختمان در حدود 3301 زمین از کوچه یاوه جماعت دهاتی یاوه بینای نو سازد. برای این باید 7 حوله تخریب شود. ماها یگان مت اطراف جماعت یا اطرافای بالا هیچ که آمدگیش نیه آگاه کردگاهشان نیه خانه نپوشیدن خانه‌تان احتیاج میشد گفتگاهشان نیه. ماهای ایون بود تخمین آمده گفتن که خانه شما وزناس شدگی خانه‌تان احتیاج میشد گفتاسیان همه ایسی کار کش بکش. در این حوله ها ده ها عائله با پیوندانشان زندگی میکنند. آنها میگویند در این روزهای سرد از مقامات محلی هشدار گرفتند که خانه هایشان را خالی کنند. تنها در یک عائله شریفوفا 15 نفر زندگی میکنند. کجا میری من گفتم مننده یک وجبم جای اضافه گیم نیست گفتم چشمی دیدگیم من همین گفتم یا احتیاج گیراماندگیم نیست گفتم منم آدمی بی‌مدرک من اکرامجا من میدونم من 28 ساله 4 فرزند کردم بچه شهری ما خود کجا میگیم مکن ما میگن وای پولی اجاره پولی میتیم میگن و ما سال 60 شده میگردیم خانه تیار ما داده کشمنچی با این خانه وقتی پیران سالگینده ایده از ساکنان در نزد حولیه‌شان به تجارت مشغولند. بیم از آن دارند که نه تنها از خانه‌هایشان محروم میشوند بلکه بیکار نیز میمانند. جواب بیکار میمونه آدم سرسام میشه. علاج شاید دوم نشود بهتر. جای خالی پول که بیاد. یک چه سر که بیاد. این مینه چه امیون میگیره. انا وای طرف میایستاد این طرف میایستاد. فقط واضح همین جو وایشه. نصرت الله سلیمزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف در صحبت حضوری با خبرنگار رادیو آزادی نخواست این مسئله را شرح دهد. دلیر قهارزاده رئیس جماعت یاوه میگوید عملی آنها قانونی است. در روزهای نزدیک 4 شرکت جایشون معاین کرده است. یعنی روی گیم پلانی که ماندگی اینها تصدیق کردگی پپریت کو رفته میگیرد دون. از بعدی اونجا با دوت دوم میشند. این پری راویم با یک دوم. این همیشه رفته میگیرد. خودش 4 شرکت روی نقشه که وایش دوست پیش بینی شده است. اونجا این دوم وای بلند آشونه وای میشه. کوشش بنیاد بیناهای بلندآشانه در این منطقه در حالی است که لوله آب و تشتاب ندارد و برقش محدود است. نظر بیناکاران در این باره تا نشر این گزارش معلوم نشد. مسئله ساختمان بلندآشانه ها در مناطق تاجیکستان اکثرا بحث برانگیز بوده است. حالا شرکت های بیناکار به زمین های نزد شهری نیز توجه کردند. جماعت یاوه در کناره شهر خوجند جایگیر است. هرچند به ناحیه باباجان غفوروف تعلق دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.